ښاغلی داود جلالی زمونږ بل ایوارډ ګټونکی دی ښاغلی جلالی صاحب. بیوگرافی سید داوود جلالی. سید داوود جلالی در سال 1343 در ناحیه اول شهر کابل متولد گردیده است. در سال 1348 شامل مکتب محجوبه هروی، بعداً در سال 1357 شامل لیسه انقلاب و تحصیلات عالی را در پوهنزه تربیت بدنی ادامه داد. نظر به شوق و علاقه خودش و تشویق پدر مرحومشان سید پادشاه جلالی که خود از جمله ورزشکاران نخبه ورزش آببازی و بوکسینگ کشور بودند، در سال 1359 تمرینات بوکسینگ را تحت نظر استاد مرحوم عبدالقیوم نیرولطیف و استاد میر اسمت الله هاشمی در کلب تعلیم و تربیه آغاز نمود. بعد از آمدن استاد رستم کارمند به کلب تعلیم و تربیت تمریناتشان را تحت نظر استاد مذکور ادامه داد. همچنان از تجارب استاد احمد صمیمی مستفید گردیده است. استاد جلالی در مسابقات مختلف داخلی و خارجی شرکت نموده و پیروزی ها و قهرمانی هایی داشته و یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ کشور بوده که مدت 10 سال عضویت تیم ملی کشور را داشته که در این مدت کارنامه‌های خوبی از خود به جا گذاشتند. استاد همچنان در کلب تعلیم و تربیت به صفت ترینر ایفای وظیفه نموده و شاگردان تربیت نمودند و در رشته بوکسینگ جهت تمرینات و مسابقات به خارج کشور سفرهای موفق ورزشی داشته است و به صفت ترینر هم در مسابقات المپیک آسیا همراه یک بوکسر به نام جاوید امان اشتراک کرده که جاوید امان بعد از مقام دوم راهی المپیک جهانی آمریکا گردیدند. استاد سید داوود جلالی بر علاوه بوکسینگ و ورزش آببازی از استعداد و مهارت‌های خاص برخوردار بوده و چندین بار در این رشته هم همراه با پدر مرحوم و برادران قهرمان این رشته گردیدند. استاد سید داوود جلالی بر علاوه بوکسینگ و ورزش آببازی از استعداد و مهارت‌های خاص برخوردار بودند و چندین بار در این رشته هم همراه با پدر مرحوم و برادران قهرمان این رشته گردیدند و در پهلوی ورزش در امور فرهنگی و اجتماعی نقش بارز داشته. فعالیت‌های ورزشیشان در داخل و خارج کشور همیشه ادامه داشته و مشوق خوبی برای جوانان ورزشکار و پیشکسوتان ورزش کشور بوده است. استاد سید داوود جلالی عضویت فدراسیون بوکسینگ افغانها مقیم اروپا عضویت هم دارند که در اولین دوره مسابقات فدراسیون بوکسینگ افغانهای مقیم در اروپا همراه با استاد بزرگوار احمد صمیم از کشور کانادا اشتراک نمودند. استاد سید داوود فعلا در انجمن ورزشکاران افغانها مقیم آنتاریوی کانادا من حیث معاون فنی فعالیت‌های فوق‌العاده دارند که تا حال توانستند 4 جشنواره بزرگ ورزشی افغانهای مقیم در آنتاریوی کانادا را با حضور صدها جوان ورزشکار و پیشکسوتان ورزش کشور در موفقیت همه‌ساله با همکاری اعضای محترم انجمن برگزار نمایند. آرزوی موفقیت‌های مزیدشان را داریم. تشکر ښاغلی داود جلالی. له پخواني وزیر صاحب احسان ضیا څخه به درنښت هیله کوو چې د دریځ سر ته راشي او په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي. تشویقوي چې د خلکو ډېر همت کړی، ډېره خواري یې کړې ده. نو ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان فرهیخته که در این مجلس باشکوه اشتراک کردین. ما در قدم اول این لو تقدیر تنها مربوط خود نمیدانم. ما این لو تقدیر مربوط انجمن ورزشی ما که بزرگای ورزش، همکاران عزیز ما، استاد بزرگوار امان علومی، آجی صاحب احمد صمیم، استاد حکیم و همکاران دیگر ما این لو تقدیر به هو ورزشکارای تقدیم میکنم که در این شرایط دشوار
امروزی کشور زیر هینمی بیرق در میدانهای ورزشی میرن و مسابقه میکنن و به افتخار نام افغانستان به اعتزاز میارن. و تشکری خاص دارم از جناب مظهری صاحب بزرگوار، جناب مفکر صاحب و همکاران محترمشان که امسال سال هفتمش است و ما را اینمی انجمنا، اینمی بزرگوارا همیشه تقدیر کردن، حمایت کردن و انشالله که شما هم هفتمین جشنواره امسال ورزشی افغانای مقیم در آنتاریو کانادا را شاهد آل خواهد بودین. به امید پیروزی ورزشکاران عزیز ما در هر سراسر کشور که هستند.